خب شما میخواید از تنگه هرمز رد بشید ها؟ ما تو ناو ابراهام لینکلن هستیم. این ناو ابراهام لینکلن ایکس لارجه. آقایون داداشام از تنگه هرمز مثل تنگه خودت چیز ببخشید آقا، من اینا حالیم نیست. آمریکا عربستان کویت امارات قطر مطر هرچی کسی اینجا رد نمیشه، پشه خواست رد بشه میزنیدش. فهمیدید یا نه؟ سرنگ و شهید کنم جنگ باختیم ها. بچه حواستون باشه. کشورهای متخاصم شروع کنید ببینم، بیاید ببینم اصلا میتونید تنگه رو باز کنید یا خودتون باز میشید. الان عمه اشراف اعضایش میشونم. همونطور که میبینید کشتی ها وارد تنگه هرمز شدن و با عوامل نیروی دریای ایران در حال درگیری میباشند. ناوش سوء تغذیه داره. ابولی تو بزن، ما داریم اینجا با 1000 پدر میجنگیم. تو بزن. شدت درگیری ها به حدیه که دوربین رسانه سرهنگ نیوز داره میلرزه. رد شد. بابان اینجا رو تنگه بزن گشاد بابا. شد. تنگه گشاد شد. آقا تنگه همچنان تنگ شایعه درست نکنید. این امارات بود داشت چرا خاموش این کنار رد میشد ولی بچه ها پیدا کردن. آقا تنگه که کلا واسماست ولی فکر کنم بچه های تیم امنیت یه آمریکایی گرفتن دارن تهدیدش میکنن. ببین من فوش نمیدم. همینو بیا خشم شب بهت بگم اینجا دنیا دستی کیه. همینو بیا خشم شب بعد میخواری خب در آخر دوستانی که میخواید در این کاستوم فانای ما شرکت بگولید این دکمه آبی رو سفیدش میکنید و از این قسمت وارد خانواده من میشید. عشق منت، خدا نگهدارتون، یا الله.